نوبت ریست هفتگیه. سلام، اسم من آذینه، به چنل من خیلی خوش اومدین. همونجوری که تو اینترو دیدین، امروز ولاگم در مورد ریست هفتگیه. کلا ریست هفتگی در مورد اینه که تو پرونده هفته‌ای که گذشت رو ببندی و هر چیزی که از هفته گذشته مونده رو تا جایی که میتونی انجام بدی، اگه نمیتونی وارد هفته جدیدش کنی و کلا پرونده هفته گذشته رو ببندی و آماده بشی برای اینکه یه هفته جدید رو شروع کنی، یه شروع دوباره باشه برات، یه چپتر جدید باشه. من از کلاس دوم سوم برنامه‌ریزی میکردم و اگه بخوای حساب کنی الان PhD برنامه‌ریزی دارم، ولی تا کلاس مثلا تو دوره‌ای که مدرسه میرفتم این ریست هفتگی همیشه جمعه بود. اما الان کلاس‌های دانشگاه یه حالی‌ان، یعنی یه جوری‌ان که جمعه واقعا نمیتونم ریست هفتگی بذارم. یعنی شنبه، یک شنبه، شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، پنجشنبه کلاس دارم. پنجشنبه تا شنبه فاصلش خیلی کمه. جمعه ریست گذاشتن هفتگی واقعا برام بی‌معنیه. و این دو هفته‌ای که داشتم مثلا سعی می‌کردم تو جمعه این ریست هفتگی رو داشته باشم نشد. و از پریروز تصمیم گرفتم بندازم یک شنبه بعد از ظهر، یعنی بعد از اینکه دانشگاهم تمام میشه و دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه خالیه و باز نشد و الان دوشنبه صبح و من دارم ریست هفتگی انجام میدم. در کل پوینتم اینه که مهم نیست چه روزی باشه، مهم اینه که فقط تو یه وقتی رو اختصاص بدی به این که هفته گذشته تو ببینی و آماده بشی واسه شروع هفته جدیدت. حالا میتونه هر روزی برای تو باشه، هر روزی که اسم کنی آخر هفته خودت محسوب میشه. در هر صورت ریست هفتگی من کلا به عنوان آدمی که بیاین نگیم شلخته، بیاین بگیم یه آدم خلاق، هنرمنده. نه حالا جدی، به عنوان آدمی که بیشتر اوقات اتاقش خیلی به هم ریخته است و اتاقش منفجر شده و شعبه دوم هیروشیماست، ریست هفتگی من با تمیزکاری شروع میشه. اینجوریه که لباسامو جمع میکنم، جاهایی که باشون خیلی تو هفته سر و کار دارم و تمیز میکنم، مثل میز تحریرم، مثل کشوی میز تحریرم، مثل شلف کتابای دانشگاهم و جایی که بدونم تو هفته خیلی مثلا کثیف شده رو میذارم تو ریست هفتگیم تمیز میکنم. تو هفته اصولا این کارو نمیکنم و سعی میکنم تو ریست هفتگیم یه جارورقی هم بکشم، ولی همیشه این اتفاق نمیفته و به گلامم حتما رسیدگی میکنم. من در نمیزنم، میام با لگد. میدونم شرم‌آوره و خوب نیست و زشته، این وضعیت زشته، کثیفه، مستحجنه، ولی خب پیش اومده دیگه، پیش میاد. ساندی ریست برای چیه؟ برای همینه، واسه این که این خرابکاری ها رو آدم جمع کنه. یکی از مهمترین بخشای ریست هفتگی به نظر من اون بخشیه که تو اختصاص میدی به خودت. درسته تو همه این کارها رو داری در نهایت برای خودت انجام میدی، ولی اینکه یه تایمی رو جدا کنی که به خودت برسی، چه به درونت چه به ظاهرت، در هر صورت برسی، باعث میشه که اولا که این دوست داشتن خوده هست، دوم اینکه در کل باعث میشه تو هفته تو بهتر شروع کنی. و کل ریست هفتگی در مورد این نیست که دونه دونه کارا رو تیک بزنی و نمیدونم پروژه ها رو جمع کنی و اونجا رو تمیز کنی و فلان. در نهایت این در مورد اینه که تو حس بهتری داشته باشی. به خاطر همین خیلی مهمه که چه به ظاهرت
چه به روح و روانت به نظر من تو این ریست هفتگی برسی. مخصوصا اگه تو طول هفته وقت نکردی این کارا رو برای خودت انجام بدی. برای من اصولا یه دوش گرفتن یه اسکین کیر درست حسابیه برای بخش ظاهرش. برای بخش دومش هم میتونه خوندن یه کتاب باشه، میتونه مدیتیشن باشه، میتونه روشن کردن یه شمع باشه، هر چیزی که باعث بشه حال آدم خوب شه. بخش بعدی ریست هفتگی بخشیه که به درد کسایی میخوره که برنامه ریزی دارن، بولت جورنال دارن، پلنر دارن و اینا. و اگه همچین چیزی نداشته باشی اصولا این بخش رو نیاز نیست تو ریست هفتگی داشته باشی. برای من یه بولت جورناله که توی ریست هفتگی میشینم نگاه میکنم. من یه برنامه هفتگی دارم. حتما اگه دوست داشتین که یه ویدیو از بولت جورنالم بگیرم بهم بگین که بهتون نشون بدم. من یه برنامه هفتگی دارم که اینجوریه و همه کارا و اینا رو توش می‌نویسم، تمام ایونت ها و اینا. و آخر هفته میام میشینم نگاه میکنم که اولا چه کارایی انجام دادم به طور کل، چقدر مثلا پروداکتیو بودم تو روزای مختلف و چه کارایی تیک خورده و چه کارایی تیک نخورده. و کارایی که تیک نخورده اگه مال مثلا اگه من دارم این کارا رو جمعه انجام، ریست هفتگیم جمعه است، اگه اون کارا مال شنبه است میذارم بلافاصله تو دو لیستم و سعی میکنم بعد ریست هفتگیم انجام بدم که برای شنبه داشته باشم کارا رو. اگه نه و میدونم تو روزای آتی براشون وقت دارم میذارمشون توی هفته برنامه‌ریزی هفته جدیدم و کلا آپدیت میکنم. بعد هابیت ترکرم حتما، این ردیاب عادت هم حتما یه نگاهی بهش میندازم و میبینم کدوم عادت ها رو خیلی خوب انجام دادم که بهشون ادامه بدم و چه چیزایی رو انجام ندادم و ببینم چرا انجام نمیدم و سعی کنم یه وقتی براشون باز کنم. مثلا من الان یه ماه خورده ایه میخوام یه برنامه‌ای برای ورزشم دوباره باز کنم ولی نتونستم و سعی میکنم تو هفته جاری ببینم کجاها وقت دارم که اینو دقیقاً یه ساعت مشخص این باشگاه بهش اختصاص بدم و انجامش بدم. قسمت بعدی قسمت هزینه‌ها، درآمدها و هزینه‌هاست که میام نگاه میکنم با توجه به خرجایی که کردم و اینا، همه رو مینویسم، یادداشت میکنم و اگه چیزی جا افتاده باشه اضافه میکنم و اینا و تاشم نگاه میکنم که چه خرجایی اضافه بودن، میتونستم اون خرجه رو حذف کنم، میبینم کدوما لازم بودن و برای هفته جدیدم میتونم دوباره یه دید کلی داشته باشم نسبت به اینکه مثلا تا آخر ماه چقدر بودجه دارم، چه چیزایی میخوام و کلا در کنارش میتونی یه شاپینگ لیستی هم بنویسی، یه لیست خریدی هم بنویسی که با توجه به بودجت ببینی اون هفته میتونی چه چیزایی رو بخری یا چه چیزایی رو نیاز داری و کلا نسبت به درآمد و هزینه‌ت یه آگاهی داشته باشی. نکته آخری که میخوام بگم اینه که یادمون نره که این کارا رو داریم واسه چی انجام میدیم. ریست هفتگی، برنامه‌ریزی، تمام این کارا تهش به خاطر اینه که ما حس خوبی داشته باشیم، از زندگی بیشتر لذت ببریم، تایم بیشتری داشته باشیم واسه اینکه کارهای مورد علاقمون رو انجام بدیم. اگه ریست هفتگی، برنامه‌ریزی و این کارا اونقدر برامون سخت بشه که بهمون احساس اضطراب و شکست و اجبار بده یا بیشتر حالمون رو بد کنه، هدف خودشون رو از دست میدن اینا و اصلا آدم نمیدونه برای چی داره این کارا رو میکنه. و کلا یکی از بزرگترین مشکلاتی که فکر کنم هست اینه که خیلی توی حالا یوتیوب، توی پینترست اینا وقتی از برنامه‌ریزی حرف زده میشه، از ریست هفتگی حرف زده میشه، آدم فکر میکنه خیلی باید جینگل و منگول باشه و چراغونی و اینور نقش گل و برگ و اونور حکاکی و اینا داشته باشه. ولی نه، هر چقدر ساده تر، راحت تر، حال خوبش بیشتر. من یه خبر جدیدم بدم، اونم اینه که از این به بعد جای شنبه و چهارشنبه ها، دوشنبه و پنجشنبه ها ویدیو داریم. به خاطر همون روزای دانشگاه و اینا من واقعا وقت نمی کردم که شنبه و چهارشنبه ویدیو بذارم، به خاطر همین از این بعد دوشنبه و پنجشنبه ها می بینمتون.